یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. سلام به مردم صاحب دولت و صاحب خرد و صاحب تمدن تاجیک که با ما پیوستید و دیده به سوی سفینه دارید. یاد روزگار شیرین هنرمند حرفه‌ای تاجیک که صدایش قلب کوه‌ها را شکافته است و عکس صدایش تا به گوش فلک رسیده است، ما را پیاده کرد به سوی زندگی و صنعتش که روزگار شیرینش قصه اندر قصه است و امثال صدایش نمیتوان امروز صدای را دریافت و دلباخته این آهنگ و نوا گشت. در ژانر فلک سرایی ژرفتر وارد شد و دقیقاً درک نمود که جهان صنعت، دنیای صنعت بیکران است و کوشش کرد، تلاش ورزید، با محبت سرودها سرایید و محبوبتر و عزیزترین هنرمند مردمی گشت. امروز ما لایق دانستیم که وابسته به صنعت و هنر و دوران جوانی هنرمند مردمی تاجیکستان دولتمند خالف با استاد او خال احمد مجیدوف صحبت داشته باشیم. خوش آمدید. آغاز شناسایی شما با دولتمند جوان چگونه بود؟ بله، سالهای 1972 قرن گذشته یک معرکه خیلی هم مهمی فرهنگی با نام بوستان با البته تشبس حکومت جمهوری تاجیکستان اون دوره تأسیس یافته بود و همون معرکه یعنی آزمون فستیوال نام داشت و در برآمد هر یک ناحیه و شهر باید که دو کلکتیو برآمد میکرد، یعنی دو دسته هنری. مثلا دسته هنری ناحیه مسکو اون وقت همدانی حاضره با شهر اصفهان بود که کمینه در ناحیه مسکو کار میکردن و بعضی همون نامبرهای کنسرتی بوستان رو تیار کردن، از جمله خورها رو. و بعد برآمد ناحیه مسکو و شهر اصفهان، ناحیه مسکو قریب 3-4 خال از اصفهان زیاد شد، بلند شد. این یک سنساسیا شد برای مردم تاجیکستان که ناحیه مسکو یک ناحیه که در اونجا یک توغیزار بود، یعنی یک شور و ولوله. اصفهان، شهر اصفهان که اینقدر یک در حقیقت تاریخ بزرگی فرهنگی دارد، ناحیه مسکو آن رو برید، یعنی برای همین غالب آمد. برای همین به همه شهر و ناحیه قریب که کمینا رو دعوت میکردن، تکلیف میکردن به حیث دوور، به حیث تیار آماده کننده خورهای همون کلکتیو ها. یعنی دو خور بود، در آغازی برآمد و در آخری برآمد و کمینا رو به شهر کلوب دعوت کردن. همون سال 72 به شهر کلوب دعوت کردن. من فهمیدم که شادروان کریم حلیموف پروفسور، بسیار یک انسانی شریف و خورمستری بزرگی تاجیکستان برای تیار کردن همون کلکتیو به شهر کلوب رفته است و در اونجا مانده نمیتونستند، فقط یک روز دو روز، و توصیه داده است که همون خال احمد مجید رو دعوت کنید
همین تئوری رو در اینجا جدی تئور کنند و بعد به شهر دوشنبه سفر کنند. وقتی که من آمدم الکی استاد کریم حلیموف خوری چرخ و فلکی خیرالله عبداللهیف رو انتخاب کرده بودند. اگر چرخ و فلک در اونجا خور اجرا میکند و یکخون جای همون اساسی کوپلیتو رو اجرا میکند. بعد خیلی یک چند نفر رو پیشنهاد کردم برای سراییدن همون چرخ و فلک و بعد شادروان قربان زردکوف گفتن که همین یک بچه در باغ حبیب یک دیه است اونجا بسیار آواز عالی جناب دارد، یک آواز دارد که ناتکرار است، همون رو یک نمیبینید. خیلی من گفتم که مرحمت بیارید بسنجیم. وقتی که آمد نامش دولت محمود است، دولت محمود خالف یک بچه لاغره که خورده که همین سبزینه جوان خیلی هم جوان یک 16-17 ساله. بعد من فکر کردم که این یکخانی چرخ و فلک بسیار مشکل است. از نوتای بلند سر می شود که خیرالله عبداللهیف مخصوصا برای استاد احمد باباخلوف رو ایجاد کرده است. این چه خیلی میشده باشد. من نزدیک فورتپیانو دعوت کردم. دعوت من گفتم کنی بیا یک گوش کنیم. چه خیلی است آوازت. از لحنی لامینور آغاز کرده. وقتی که لامینور لحن می شود از نوتای می سر می کند سالیست. از همون نوتای می سر کرد دولت محمود همین خیلی آزاد، همین خیلی گویا که این همین یک دو کره دو چهار همین خیلی هم تیار علاقه میدونست از سرودان. بعد من گفتم که دولت محمود این لا مینور برای تو کم ترک پستی میکند بیا سی بیمول مینور گیریم، یعنی نیم زینه بالاتر گیریم. از سی بیمول مینور این خیلی 5 تا بیمول دارد، سی بیمول می بیمول لا بیمول ره بیمول برای سراییدن خور مشکل تر می شود، لیکن برای یکخون همچون برای آواز دولت محمود بسیار خلای است. مایلش گفتم استاد یک بار سر کردیم 4 مصرع رو خون که این هم خیلی آزاد، یعنی ذخیره آواز بلندی خیلی هم بسیار هست، همون کیسه آواز پر است بالا. برای همین سی مینور رو انتخاب کردیم. باز نیم زینه دیگه بالا رفتیم. سی مینور باشد این دو تا علامه دارد فدیز دودیز از نوتای فدیز سر می شود. بسیار هم برای سراییدن خور قلعه است و من بسیار خرسند شدم که اگر سی مینور خواند این یک عجایبات می شود. لیکن از آواز استاد احمد باباقل قریب 1 تن بلند می شود. برای خورم قلعه. بعد سی مینور آغاز کردیم. سی مینور خیلی هم خوشوی برآمد و باز دولت محمود خودش مجبور شد که استاد باز من یک کمتر بلند گیرم. من گفتم بلند گیری این دو مینور می شود. حالا که نوت سول چرخ فلک به حد بلند می شود، سراییدن مشکل می شود. نه استاد یک بینا کنی. از اودهش برآمد. از اودهش وقتی که سراید از اودهش به خوبی برآمد و در همین تنل یعنی لحن دو مینور 3 تا بیمول دارد، سی بیمول بیمول لا بیمول در همین لحن قرار گرفتیم و در نهایت آن رو خواند. وقتی که از عهده سراییدن سرودها یعنی سفارش های شما برآمد شما رو چگونه احساس فرا گرفت؟
من راست که برای من این غیر مقرری بود چون که در چندین ناحیه ها شهرها از آن جمله پنجکین تو اش تو فرخار ناحیه مسکو و شهر دوشنبه و در کیم کجا بودم و تیار میکردم این خیل آواز را من اول دیدم یعنی در دولتمند خلوف در دولتمند خلوف گر در سر اون که آوازها تمبر دارند تمبر همین تمبر آواز در سازهای موسیقی تاجیکی تنبور هست شاید همون تمبر از تنبور گرفته شده باشد همون تمبر یعنی لپیش هر یک اون جسمی را که وقتی که با وی میزنی و صدا میلرزد صدا پیدا میکند از آن جمله تار یا که یگان چیزی دیگر رو لیکن از آن جمله صدا پرده رو صدا پرده دولتمند من فهمیدم که تمبر ندارد همون تنبور ندارد صداها میشوند صدای بلبل اشتک میشود نی میشود فلیتا همین صداها صدا پرده ندارند از جمله صدای دولتمند خلوف انا همین خیل یک صدای غیر عادی خدادادی بنای مانند دیدی مجنون شد از ترخم زمان آمد بینم 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 آه بینم دیدی مجنون شد از ترخم زمان آمد بینم 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 آه بینم با هم اول بلای شور دلم می سوزه بعدن چی شد؟ بعدن وقتی که اومدیم با شهر دوشنبه و اجرا کرد اثر رو البته 10 خال صاحب شد شهر کلاب در آزمون بستان در آزمون بستان و برآمد دولتمند رو اجرا کردن دولتمند رو مخصوص از اون جوری از آن جمله رئیس جوری شادروان امان رجبوف بسیار هم تعریف کرد بسیار هم سخنهای نیک گفت و حتی خیک ملاقندوف انا همین غیر عادی غیر مقرری بودن آواز دولتمند رو در همونجا تعریف کرده گفت و یعنی اولین برآمد دولتمند و این هم بود فلک اولین سرود خواندگی دولتمند در صحنه گویم کسبی گویم اگر خطا نمیکنیم دولتمند در صحنه خودفعالی نبرآمده است صحنه خودفعالی شاید در همون دههشون در همونجا در کروژاکای هوسکاری صنعت برآمد کرده باشد لیکن الکی در صحنه تئاتری اپرا و بالت انا همین فلک رو که چرخ و فلکی که استاد احمد بابا خلوف سالهای زیاد اون رو اجرا میکند همون رو سرایید و بینید که از لا مینور با دو مینور 1.5 تن موسیقی اون رو بلند سرایید که همه رو به وجد آورد و البته متخصصان در حیرت موندن و در جستجوی آن شدن که این چه صدا باشد که اینقدر بلند اینقدر باریک اینقدر شیرین صدا داد در حقیقت در همون فلک این صدایی هست که با به لپیشی صدا پرده صدا میدهد با توصیه به واسطه شما کدام دانشگاه رو انتخاب کرد؟ در همون حالت غیر از خیک ملاقندوف کریم حلیموف اعضای حکمون بودن و کریم حلیموف نیز برآمدن در صحنه یک جای توصیه دادیم دولتمند رو برای انستیتوت صنعت داخل شدن کدام سال؟ و این سال 73 74 الکی با دویم توری این بستان شده میگذشت که در اونجا هم دولتمند برآمد کرد در اونجا سرود یکر خواند و باز 10 خال صاحب 10 خال شد و دولتمند رو توصیه دادیم برای با انستیتوت صنعت داخل شدن همون کاتدرایی که ما دریژوری خور دریژوری در اونجا من کار میکردم و از فن دریژوری به دولتمند کریم حلیموف درس میگفت
و خیلی ما که قریب که در یک جا بودیم در کنسرت ها با هم دیگر وام خوردیم در همون اینستیتوت صنعتی اون وقتا دانشکده صنعتی اون وقتا در بین همون دانشجویان دولتمند یک تماما دیگر بود. فرق کردنش در اون بود که دایم کنجکاو بود. یک روز نبود که مثلا دری من رو نکوبد ندارد استاد انا همین چی میشود استاد برای چی نوتا 7 نوتا است یعنی ذوق و شوق زیاد برای چی 8 نیست برای چی 6 نیست همین چیزا راستی گپ ما رو در حیرت میآورد که دولتمند خیلی همون پروگرام رو تیار کن رو اینجاست برآمد کن این چیزا با تو چی در کار این چیزا برای کمپوزیتوران مثلا برای دریژورهای ارکستر سیمفونی برای دیگر متخصصای کسبی که در حقیقت با کار موسیقی کسبی کار دارن با اونها ضرور است با تو چی در کار نه همه همین رو میخواست فهمیدن که در حقیقت 7 نوتا مثلا غیر 7 نوتا دیگر هیچ چیز نیست یا اینکه خلق و خویش در دانشکده چگونه بود؟ به حد انتظام خوب داشت. خیلی گاه میشد که به درس‌ها کمتر نمی اومد مثلا روز شنبه معلوم بود که توی ها بودن با توی میرفتن خیلی اون وقت استیپندیا مبلغ ناچیز بود و یک طرف زندگی هم بود در همون وقت استودنتیش علاقه خانه‌دار بود علاقه اویله‌دار بود و این مشکلات زیاد و ذمه دولتمند بود لیکن به همه این نگاه نکرده با خواندن به حد مهری به همتا داشت و در اون مثلا ساحه‌ای که میخواند دولتمند و فکرم قریب که در اون ساحه کار نکرده است او حافظ شد او سراینده شد با کدام فاکولته داخل شده بود؟ فاکولته دریژوری خور یعنی در مکتب‌های میانه باید که درس سرود درس میگفت و راهبر خور میشد چون کمینه چون کریم حلیموف و لیکن از سببی که خیلی که من گفتم یک صدای خیلی هم شیرین غیر عادی داشت و این چیز البته دولتمند رو مجبور کرد که مهنت زیاد کند برای هنر سرایندگی و مخصوصا برای فلک سرایی. پایداریش بزرگ چشمش رو از بیقراریش بزرگ چشمش رو از بیقراریش بزرگ از درخش و از حرارت آفتاب از درخش و از حرارت آفتاب بحر شد از به کناریش بزرگ بحر شد از به کناریش بزرگ عشق از پاکیزگی و راستی عشق از پاکیزگی و راستی عاشق از امیدواریش بزرگ عاشق از امیدواریش بزرگ عاشق از امیدواریش بزرگ عاشق از امیدواریش
داریش بزرگ شد سری گهواره‌ای فرزندی خان شد سری گهواره‌ای فرزندی خان مادر از شب زنده داریش بزرگ 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 بعد ختم مکتب مناسبت شما چگونه صورت بعد ختم مکتب دولتمند کلاب رفت. در کلاب چند سال کار کرد. یکی در اونجا بعد ختم دانشگاه بعد ختم دانشگاه و در اونجا بعد انسامبل فلک تأسیس یافته شد و در انسامبل فلک دولتمند رو راهبر موندن. بعد به شهر دوشنبه در نزدیک کمیته تلویزیون رادیو اون انسامبل فلک رو دعوت کردن اومد دولتمند و ما بعد بیشتر در کنسرت های حکومتی در چورابینوی حکومتی فرهنگی و سیاسی بیشتر وامی خوردیم و در این چورابینی ها نامه‌های کنسرتی تیار میکردیم. از جمله خودی من شخصا کمینا پیشنهاد کردم که وقتی که یک جشن خیلی هم بزرگی روز غلبه بود، نمیدونم 50 سالگی 60 سالگی کدام یک جشن بزرگ بود و در متن مومن قناعت سروش استالینگراد کمپوزیتور فتح آدینایف یک کانتاتا ایجاد کردن، اراتوریا کانتاتا ایجاد کردن که یک خونه ورو باید که اکبر میرجابوف اجرا میکرد. اکبر میرجابوف سادیسی تئاتر اپرا بالت. لیکن از چی باشد که همون در حقیقت یادی همون سرودهای شیرین یادی آواز دولتمند. من دولتمند گفتم که بیا دولتمند همین چیزا تو قطعی یک بینیم کنی چی خیلی میشود. وقتی که قطعی یک بار همین دو بار گذاشتن علاقه دولتمند تیار شد. علاقه و خاطرات موسیقی همین خیلی هم خوب دارد که با یک دو بار علاقه موسیقی از یاد میشود. وقتی که سرایید با من خیلی هم معقول شد. یک با من نه، با همون کسی که کنسرت رو تیار میکرد وزارت فرهنگ نماینده حکومت می اومدن گوش میکردن. یعنی کلی متخصصان کلی متخصص با همه معقول شد. بعد مشکلی سراییدن این سروش استالینگراد در آن بود که با هم‌آوازی ارکستر سیمفونی بود. دستی دریژور رو نگاه کردن در کار، خور رو گوش کردن در کار، در بین همه این معیارهای بعضی همین موسیقی رو حتما رعایت کردن در کار و بسیاری از جمله بعضی کمپوزیتوران و دریژوران زید بر آمدن که خیلی میشود. اکبر میرجابوف کنسرواتور و وکالیست هم کردگی. اکبر میرجابوف هم خیلی نغز خیلی هم خوش رو سرود. دولتمند خال رو شما پیشنهاد کردید؟ دولتمند خال رو من کمینا پیشنهاد کردم و یک چیزی از همه مهم آن است که دولتمند غیر از اون که خیلی آوازی خیلی هم عالی جناب دارد، آوازی غیر عادی، تکنیکای سرایندگی در همون آوازش دارد
масалан овоз бисёр мешавад, овозҳо ҳастанд ки овозҳои хуб ҳастанд, лекин техникаи сарояндагӣ надоранд. масалан дар суруши Сталинград дар вақти ба охир расидани суруд дар охир 3-4 маротиба бародарам бародарам, ман мумкин ки 4 тон паст хонам ва боз 4 тон баланд чизро мехонад, бародарам бародарам 4 такт. ҳамин хел техникаи хуб қати бо як иҷрои профессионалӣ ҳамин чизро хонд ки бовар кунед дар вақти ҳамун тамрини суруд, тамрини консерт, ҳамаи ба саҳнагузарондагони консерт ва касе ки дар толори ҳамун коҳи борбад нишаста буд аз ҷо хиста қарсак задан ки инқадар вақте ки сароянда дар тиситураи аз ҳама баланд тиситураи нотаи ля то до аст. нотаи до масалан вақте ки сароянда мегирад, ин аллакай як кушод, як откритӣ мегӯянд ку як чизи нав аст. баъзеҳо масалан аз Париж ба шаҳри Милан барои ҳамун нотаи дои масалан солисти тенорро гӯш кардан мераванд ки ва чӣ хел мегирад ин нотаро. Давлатманд бе ягон тамрини вокалӣ, бе ягон масалан ёрии бе ягон мушкилӣ ҳамин нотаҳоро аз ля то до ҳамин қадар тоза хушрӯ гирифт ки ҳама ба ваҷд омад. овози Давлатманд беҳад овози чӣ гӯям диапазон калон аст. масалан регистри пастарин дорад, чуқур дар таги замин ва теситураи баландтарин дорад ки шихели худаш гуфтед барои чи 8 нота не, аммо дар 7 сайёраи офоқ ҳамин овози Давлатманд мерасад. инҷо мо дар оғоз таъкид доштем ки амсоли садои ӯ садоеро наметавон дарёфт ва воқеан ҳам Давлатмандхолов имрӯз ҳамчун ҳунарманди мардумии Тоҷикистон як ҳунарманди бисёр нотакрору бемислу монанд ҳастанд ки шумо тавре қайд кардед. кадом хостаҳои шуморо ҳамчун устод имрӯз Давлатмандхолов иҷро накардааст? он чизе ки дар дили Давлатманд ҳаст, он чизе ки хоҳиши Давлатманд ҳаст, ин гӯё ки хоҳиши ман аст, гӯё ки хоҳиши дигар устодон ҳастанд ва иҷро мекунад. ҳама инро хеле ҳам ба хубӣ иҷро мекунад. ман бисёр назорат мекунам аз барномаҳои консертии Давлатманд, махсусан рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Ӯзбекистон вақте ки шуд чӣ хел сурудро ба дараҷаи олии касбӣ иҷро кард. برخستانیم سر خود به پای دوست یه جان را فدا کنم که 100 جان فدای دوست در دوستی ملاحظه‌ای مرگ زیست نیست، دشمن به از کسی کی نمیرد برای دوست. Doka basar tuti tar, silsila dar peşi bar, lali laba çun şakar, ofati canu cigar, dilbat begona neis, dilbat begona neis, dilbat begona neis, dilbat begona neis, dilbat begona neis.
شکن یار یار آنی لبا چشقت تار زلفی کجا تار تار پیشی برات ترک مدار نازی تو افسانه نیست 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 پیشی من را چرخ میزنه پری کبکی داری لالی هایی دل بری کبکی داری لالی هایی دل بری تابیده طاقت تابم ببر همزه بکل رنج عذابم ببر همزه بکل رنج عذابم ببر پیشی من را چرخ میزنه پری کبکی داری لالی هایی دل بری کبکی داری لالی هایی دل بری پیشی من را چرخ میزنه پری کبکی داری لالی هایی دل بری چرخ بیزن گل بدن با پدی زیبای چو سروی کمن با پدی زیبای چو سروی کمن پوری بیشتی و بیشت این وطن پوری بیشتی و بیشت این وطن مست بکن مست مرا جانی منه پیشی من را چرخ بیزنه پری کبکی داری لالی هایی دل بری کبکی داری لالی هایی دل بری تو دلم با ناور کردی تو چونی حالی در گلشنی حسن من ندیدم زیبا سنمه که تو سنوبر هرگز تو به ما وفا نکردی رحم بدیلی کنست دلبر کنست دلبر давлатманд боз ҳамчун як олими соҳаи мусиқӣ агар ман гӯям хато намекунам чунки ҳамин ҳафт нота овозҳо нимтонӣ ба якдигар пайвастатанд до до диез ре ре диез ҳамин хел то боло нимтонӣ мераванд лекин давлатманд як вақт ба ман гуфти устод ҳамин чоряктон ҳам ҳаст дар байни нимтон ман ҳайрон шудам чоряктон дар ҳақиқат буданаш мумкин аст барои чӣ ина ҳеҷ кас кашф накардааст чунки дунё кашф накард ина давлатманд ин масъаларо гуфт ва баъд дидем дар ҳақиқат агар ба забони хеле ҳам сода ман гӯям ҳамин баъзе сарояндаҳои тамоми рӯи дунё вақте ки сурудро месароянд баъзе вақт ноҷур месароянд бо ҳамон силоҳи мусиқӣ фалш месароянд ки ана ҳамон ноҷурӣ чоряктони давлатманд гуфтагӣ аст ва он нафароне ки агар дар ягон ҷо доим ноҷур агар сароянда нест ягон вақт дар ягон ҳолати ноҷур месароянд онҳо доим баҳс мекунанд ки не ин чоряктон нест лекин касе ки ҳеҷ вақт ноҷур насарояд тоза сарояд ҳамон сурудро ба монанди давлатманд бори давлатманд холиф ноҷур насарояд надидам нашунавидам ҳеҷ вақт ҳатто дар вақти тамрин агар ним овоз давлатманд суруд хонад агар ҳамон вақтам ҳамин хел тоза аст ки гӯё ки ҳамон поезе барои релс меравад ягон ҷо хато намекунад ҳамин хел месарояд ва ҳамин чоряктон пайдо шуд ҳамин чоряктон бо пешниҳоди давлатманд холиф бо пешниҳоди давлатманд холиф ин чиза ман дар ҳақиқат боварӣ ҳосил кардам ва афсӯс ки барои ин чизро омӯхтану ин чизро хай барои чи масалан филологҳо устодон барои як калима ин қадар корҳои илмӣ менависанд як калима як ҷумла гӯем оҳи ин чоряктон як чизи нав пайдо шудааст лекин ҳамон мусиқишиносои мо санъатшиносои мо ба ин чиз эътибор надошт шояд ки хуб ин чизро дарк накарданд бисёр хуб мешид ки бо давлатманд алоқа мекарданд ва ҳамин чизи гуфтагӣ манро пурсанд ва давлатманд хелеам ин чизро бо хубтар метавонад фаҳмонад дар ин бора ягон чизи хелеам хуби асари
من چی گویم دستوری برای کنسرواتوریا برای عموما هنرمندان تمامی مثلا ساها برای ارکستر سیمفونیا چون که وقتی که ناله میکند اثر اسکریپکا همون ناله چوریکتون در اونجا هست گرچند فالش نیست چون که در همون لحن مینوازد وقتی که در همون لحن اگر که نواختی این نوجوری نیست از لحن ذره بر اومده نوجوری میشود اون در همون لحن مینوازد دولتمند در همون لحن اجرا میکند میخواند این رو و همون وقت هم دولتمند گفت بود که اگر شاید با من یگان باوری داشت که من در این باره فکر میکنم اون چیز قلم به دست میگیرم لیکن اگر این کاری من نیست من خورمیستر هستم خب معذرت میخوام باز کدام قصه بسیار عجایب از آوان بچگی های دولتمند خالف از آوان دانشجوی او در ذهن شما نقش بسته است اکنون قصه ها خیلی هم زیادن اگر همه اون رو اگر خود به خاطر بیاریم بفیرم که هر روز برنامه شما دو برابر زیاد کردن بعد این نمایش دادن ممکن رسد خیلی هم زیاد است ما وقتی که در کجای نبینیم در کجای اگر که واخری نکنیم اگر با دولتمند حتی بعضی روزهای عید و خانه‌های دوستان یا که خشتبار رو به عیادت میریم حتما موضوع گفتگوی ما درباره موسیقی است صنعت هست حتما درباره موسیقی است حتما درباره برنامه کنسرتی حافظان تاجیکستان است حافظان جهان است و ایراد میگیرد دولتمند ایراد میگیرد لیکن میگوید که استاد آخه من ایراد اگر بیام خفه میشم همه و هم کسبی من هستند برای همین اگر که شما یک کم طرح اشاره کنید شاید شما خفه نشوند و من انا همین ناجور سرایدنی بعضی هنرمندای خیلی هم نامی جمهوری رو من میگویم من بعضی میگویم که همین ناجور سرایدن آخه بسیار این فاجعه همون سراینده هست باید که به حد همین کوشش کنند که همین ناجوری از بین برنامه سرایدنی همون صورتو رود و من خیلی هم خرسند هستم که همین چیز همین کسلی دیگه مگر که همین وبا در برنامه در اجرا کردن سرودهای دولتمند خالف دیده نمی شود وابسته به متن سرودهای دولتمند شما چه نقطه نظر دارید؟ هم پاتریوتی وطن دوستی هست هم انا چطوری که من گفتم ترانم زندگی محبت عشق و حتی همه این چیز رو به نظر گرفته یکی از کمپوزیتوران نامی تاجیک اساسگذار مکتب کمپوزیتوری در تاجیکستان گویم خطا نمیکنم استاد زیادالله شهیدی مخصوص برای دولتمند خالف تاجیکستان نام سرود رو ایجاد کردن پیشنهادی به واسطه شما دولتمند خالف سرایده است کدام است؟ البته همین تاجیکستانی زیادالله شهیدی استاد اول با من در این موضوع گفتگو کرده بود و وقتی گفت که همین دولتمند من بسیار آوازش به من به حد معقول است من همونان خیلی اپرا می نویسم برای حافظان اپرا ایجاد میکنم برای همین دولتمند اگر همین چیز من ایجاد کردم من گفتم استاد شما خطا نمیکنید من 100% باوری دارم که دولتمند از عهده سرایدن اون میبرد و دولتمند در حقیقت از عهده سرایدن این سرود با خوبی برآمد مرد در بهاران باغ نو بنیاد کرد سالی او پرسانی کردم بیش از 80 کرد سالی او پرسانی کردم بیش از 80 کرد گفتمش که تو چشی این لذتی باقی امید گفتمش که تو چشی این لذتی باقی امید گفت بانگه می چشم کی پس بنه کی یاد کرد گفت بانگه می چشم کی پس بنه کی یاد کرد پس بنه کی یاد کرد
بر زندگان امداد کرد زندگان امداد کرد نورسان ایجاد کرد بهر نیکویی غزل بر نورسان ایجاد کرد بهر نیکویی غزل بر نورسان ایجاد کرد. در انجام برنامه چی تمنا و چی آرزوهای به دولتمند خلف دارید همچون استاد دوران دانشجویی عموما دوران بچگی های او؟ تشکر. با دولتمند اسبابی که عموما کار هنری کار موسیقی مخصوصا و سرایندگی به حد یک کسبی مشکل است که برای سراینده وقتی که در صحنه دولتمند یک سرود میخواند باور کنید من باوری دارم که قریب یک 50% سلامتی خود را در آن میدهد. اینقدر با عصب اینقدر تارهای عصب کاسته میشوند اینقدر با هیجان و احساساتی بلندی جوابگری بلند اون سرود را اجرا میکند. برای همین پیش از همه سلامتی و برنامه‌های کنسرتیش خیلی که حاضر است خیلی خوب است لیکن باز رنگین تر شود باز زیادتر شود و من باوری دارم که هیچ وقت دولتمند خود هست سراینده هایی که با شنونده با تماشابین بعد کم کم آهسته آهسته بعد نمیپسندند لیکن من باوری دارم و همین رو آرزو میکنم که سرودهای دولتمند در فضای تاجیکستان عزیزمان دائما طنین انداز باشد که تمام مردم از آنها لذت برد. عزیزان دل دولتمند خال از قعر بحر موسیقی دردانه را دریافت. از آغاز تا امروز حفظ و حمایه کرد و کوشش نمود تلاش ورزید تا نامش در جریده صنعت و موسیقی تاجیک پابرجا و جاویدانی بماند. یاد از یادهای شیرین و روزگار از تجربه یک هنرمند مردمی تاجیکستان دولتمند خالف بود منظور شما و در مهمانی برنامه سری سفره برنامه یاد روزگاری شیرین حضور داشتند خال احمد مجیدوف استاد دولتمند خالف. برای صحبت به شما اظهار تشکر میکنم. تا برنامه های من بعده آباد باشید. نزدیک نیست تو شدن با جان برابر از ازل نیست ما را حرفی دیگر از ازل بحر همیار میاور از ازل
چهل دفتر از غزل در راه مهر برادر خواندگی یک خدا ما راست داور از غزل تاجیک و ازبک هم بانو پرند همچو یک جفتی کبوتر از غزل همچو یک جفتی کبوتر از غزل از غزل یادی روزگار شیرین یادی لحظه های دیرین یادی شامی دل ستانی خوش به حالت ای جوانی یادی روزگار شیرین یادی لحظه های شیرین یادی شامی دل ستانی خوش به حالت ای جوانی